اینجا یکی از پایگاه‌های پهپادی نیروی زمینی سپاهه و لانچرهایی که در اطراف من می‌بینید مربوط به جدیدترین پهپاد پرسه‌زن این نیروه. پهپادی که برای نخستین بار به صورت غیررسمی در رزمایش پیامبر اعظم 18 تصاویری از اون منتشر شد و قراره در این رزمایش به صورت رسمی از اون رونمایی بشه و برای نخستین بار به صورت رسمی به سازمان رزم یگانه‌های پهپادی نیروی زمینی سپاه اضافه بشه. پهپاد پرسه‌زن رضوان با برد 20 کیلومتر و مداومت پروازی 20 دقیقه که میتونه توانمندی خیلی خوبی رو به یگانهای نیروی زمینی به خصوص برای مقابله با گروهک‌های تروریستی در مناطق جغرافیایی پیچیده و کوهستانی بده. این پهپاد قادره با دوربینی که در جلوی سر جنگی اون تعبیه شده پس از پرواز منطقه مورد نظر رو پایش کنه، تصاویر رو روی مانیتور به کاربر نشون بده و کاربر هر هدفی رو که مورد نظرش هست در برد عملیاتی این پهپاد انتخاب کنه و به سمت اون حمله کنه و اون رو منهدم کنه. یکی از مزیت‌های خیلی خوب این نوع پهپادهای پرسه‌زن به کارگیری راحت و سریع اونهاست که اون رو به وسیله محبوب برای نیروهای زمینی در سراسر دنیا تبدیل کرد.